بده دیگه. اینا باید اینا از کشورشون آزاد کنن. تو این آشفت بازاری که داره شکل امارات اومده وایساده توی منطقه داره پول پخش میکنه، داره همینجور لنکروز میاره، تویوتا میاره، نمیدونم سلاح میارن، چیز میارن، امکانات میارن. ما میگم ریشه افغانستان رو دارن میزنن، بعد ما خوابیم نمیدونیم بابا چه بلایی. بازیشو تکمیل میکنیم. ما داریم بازیشو تکمیل میکنیم دیگه. ما داریم یه کاری میکنیم که اینا بشن سرباز پیاده اونور علیه ما. بابا ما اینا به ایرانی واقعا کار ندارن، واقعا محبت کرد به افغان‌ها واقعا محبت دارن به ما. ولی وقتی شما برید ناموسش به خطر بندازید، بچه‌ش به خطر بندازید، الان اومده میگه که صاحبخونه‌هایی هستن که اینا رو تحت فشار گذاشتن، پول پیش نمیدن. چطور ممکنه هم چیزی؟ اینم نشون یه آدم پس فطرت دیگه. این که بدبخت تو تنگنا افتاده، تو گرفتاریه، داره مالشو بالا میکشه. بس بین ایرانی خوب و بد همه جا هست، افغانی خوب و بد هم هست. بس نه اینجوری حکم بکن. میگه اینا نمیدونم یارانه خوردن. خب یارانه خوردن، نه بیمه دادی، نه بازنشستگی دادی، نه فلان. بعدم حقوق بیشتر کار کرده، کار سخت‌تر انجام داده با دستمزد پایین‌تر. همه از کارشون راضی‌ان. خب همه راضی‌ان. بس بنابراین یه بازی برد بوده. اینجوری نبوده. اگه داری افغانی که فساد میکنه، چیز میکنه، با اردنگ بندازش بیرون. خود افغانا معرفی میکنن، کارت بده. بعد از این مثلا چرا باید یه آدمی که 20 سال 30 سال تو ایرانه، بچه‌ش اینجا متولد شده، بتونی با بگی باید روزی 400,000 تومان 400,000 تومان 400,000 تومان بعد جریمه بدی و الا فلان بهمان میشه. بابا امام جمعه منطقه نوشته بابا این بدبخت الان 30 سال ما اینجا میشناسیمش، با ما تو مسجد بسیجه، چطور داری این کارو میکنی؟ این مقالات شگفت انگیزی شده. سرداری که ترور شدن تو این مدت شهید شدن، اینا یک سطح نفوذ بسیار سطح بالا بوده. به بهانه اون نفوذ دارن کارگر بیرون میکنن. چه ربطی به هم میدن؟ یعنی کارگری که داره بیل میزنه خبر داشته که سردار شادمانی کجاست، این که خیلی مضحکی عجیب غریبی درست کردن. نه اینا بهانه است. اینا اتفاقا اون عناصر اصلی نفوذی دارن آدرس غلط میدن. سطح نفوذ خیلی بالاست. تو وزیر کشور بخوایم که چیکار داری میکنی؟ والا شما باید استیضاح بشه. این وزیر کشور من باشه یه بار تو جلسه کمیسیون بود اونجا، من بهشون اعتراض کردم و بهش صریح گفتم، ولی فرآیند داره. اصلا نمیدونم، من که زیاد